صبح سه‌شنبه گذشته، مامورای امنیتی بانک وستفیلد به چیز ناممکنی برخورد کردند. صندوق امانات شماره 47 در طول شب باز شده بود، اون هم از داخل یک گاو صندوق قفل شده‌ای که هیچ کس نتونسته بود واردش بشه. تو کاراگاه این پرونده‌ای. هر چیزی که برای حل کردن ماجرا لازم داری، توی مدارکیه که الان میخوام بهت نشون بدم. نه سرنخ مخفی شده‌ای و نه حقه‌ای در کاره. فقط منطق، دیدن و دقت. به تمام جزئیات دقت کن، چون یک تناقض کوچیک میتونه مجرم واقعی رو لو بده. ماجرا اینطوری بوده. بانک وستفیلد یک گاو صندوق با درجه حرارت منظم توی طبقه سوم داره. داخل اون 212 صندوق امانات قرار گرفته. گاو صندوق فقط یک در ورودی داره که با یک در زماندار قفل شده محافظت میشه. دری که هر شب ساعت 6 قفل میشه و تا ساعت 7 صبح روز بعد باز نمیشه. هیچ دستور مجازی، هیچ راه مخفی و هیچ استثنایی هم برایش وجود نداره. دوشنبه شب گاو صندوق دقیقاً ساعت 6:02 قفل شد. گزارش امنیتی هم این رو تایید میکنه. صبح سه‌شنبه ساعت 7:01 وقتی گاو صندوق باز شد، معاون مدیر یعنی دیوید ریس برای بازدید روتین وارد اون شد. همانجا بود که دید صندوق امانات شماره 47 باز مونده. کشوی فلزی کاملا از دیوار بیرون اومده و کاملا خالیه. اما نکته اینجاست. باز کردن این صندوق‌ها 2 کلید لازم داره. یک کلید پیش بانک میمونه و کلید دیگه دست صاحب صندوقه. هر 2 کلید باید همزمان چرخونده بشن وگرنه مکانیزم آزاد نمیشه. صاحب صندوق زنی بود به نام پاتریشیا هالیز. او 73 سالشه، بازنشسته و فروشنده آثار هنری. او مجموعه سکه‌های شوهر فوت شده‌اش رو اونجا نگه می داشت. مجموعه‌ای به ارزش تقریباً $40,000. همش ناپدید شده بود. کلید پاتریشیا صبح سه‌شنبه هنوز دست خودش بود. کلید اصلی بانک هم هیچ وقت از کابینه محافظت شده دفتر مدیر خارج نشده بود و کابینه کوچکترین آثار دستکاری نداشت. پس چطور کسی تونسته صندوق رو باز کنه؟ بذار 4 نفری رو بهت معرفی کنم که روز دوشنبه به بانک دسترسی داشتن. مظنون شماره 1 رابرت وب، مأمور امنیتی. رابرت در شیفت شامگاهی دوشنبه کار کرده. او 31 سالشه و 6 ساله که توی بانک کار میکنه. پرونده کاریش هم تا حالا پاک بوده، ولی مدتی مشکل مالی داره. هزینه‌های درمان برادرش سال گذشته روی هم جمع شده و رابرت یه وام شخصی گرفته که هنوز هم داره به سختی قسطش رو میده. رابرت اون شب کارش رو ثبت کرده. میگه ساعت 6:15 بعد از اینکه در گاو صندوق قفل شده بود، راهروی گاو صندوق رو چک کرده. همه چیز عادی بوده. ساعت 10 شب با پایان شیفتش ساختمان رو ترک کرده. دوربین لابی هم دقیقاً ساعت 10:03 خروجش رو ثبت کرده. با همون کیف ورزشی همیشگیش. اما یه چیز جالب، صبح سه‌شنبه وقتی تحقیق کننده ها کمد رابرت رو توی اتاق کارمندان گشتن، یک سوهان کوچیک پیدا کردن. از همانو که برای صاف کردن فلز استفاده میشه. روی سوهان خورده فلز تازه بود. رابرت گفته بود داشته توی خونه کلیدهای آپارتمانش رو درست میکرده و یادش رفته سوهان توی جیب کتش مونده. مظنون شماره 2 دیوید ریس، معاون مدیر. دیوید 47 سالشه. 14 سال توی وستفیلد کار میکنه و پله پله رشد کرده. او دسترسی کامل به کابینه کلیدهای اصلی داره و وظیفش ایجاب میکنه چند بار در هفته به صاحبان صندوقها کمک کنه. دوشنبه دیوید تا ساعت 6:30 توی ساختمان بوده. میگه داشت کارهای دفتری رو توی اتاقش در طبقه دوم تموم میکرد. آخرین کسی که دیدش یکی از همکارها بوده که ساعت 6:20 از جلوی اتاقش رد شده. دیوید ساعت 6:31 خروج زده. اما اینجا یه چیز با هم جور در نمیاد. صبح سه‌شنبه وقتی دیوید صندوق باز شده رو دید،
بلافاصله ساعت 7:03 به پلیس زنگ زد، در حالی که در گاف صندوق تازه ساعت 7:01 باز شده بوده. یعنی فقط 2 دقیقه وقت داشته وارد گاف صندوق بشه، پیاده به صندوق 47 بره، ببینه باز و خالیه، بفهمه ماجرا چیه و تماس بگیره. این برای اکثر آدما، حتی فقط برای فهم شوک، خیلی کمه. یه نکته دیگه. دست کلید دیوید صبح سه‌شنبه روی میزش پیدا شد. روی بخشی از دست کلید کمی خراش بود. خراشی که طبق گفته خدمه نظافت که میز مدیرها رو برق میاندازن، جمعه هنوز وجود نداشته. مظنون شماره 3، پاتریشیا هالیس، صاحب صندوق. پاتریشیا سرقت رو گزارش کرده، ولی این به معنی بیگناهی کاملش نیست. جعل بیمه چیز نادری نیست. سکه ها تحت بیمه $40,000 پرداخت می شدن. پولی که پاتریشیا میتونه ازش استفاده کنه، چون این روزها مستمریش زیاد کش نمیاد. پاتریشیا دوشنبه ساعت 4:40 وارد بانک شده. توی لابی ثبت ورود کرده، با کمک دیوید صندوقش رو باز کرده و 11 دقیقه داخل اتاق بازدید بوده. ساعت 4:53 ثبت خروج زده. یکی از کارمندها یادش بود که اوایل غروب یک زن جوان حدوداً 30 ساله نزدیک راهروی اتاق بازدید دیده، اما نمیتونست دقیق بگه کی بوده. صبح سه‌شنبه تیم امنیتی توی سطل آشغال اتاق بازدید یک چیز عجیب پیدا کرد. یک تیکه کوچک موم آبی تقریباً اندازه 1 سنت که هنوز کمی نرم بود. پاتریشیا دوشنبه یک ژاکت آبی پوشیده بود. گروه نظافت هر روز ساعت 6 صبح سطل‌ها رو خالی می‌کنن. پس موم نمیتونه قدیمی تر از بازدید همون دوشنبه باشه. و درباره غیبتش، پاتریشیا میگه دوشنبه شب توی خونه تنها بوده و تلویزیون میدیده. هیچ کسی نیست که بتونه این رو تایید کنه. مظنون شماره 4، لیندا واسکز، تحویلدار بانک. لیندا 28 سالشه و 2 ساله که توی بانک وستفیلد کار میکنه. کارش انجام معاملات پشت پیشخانه و هیچ دسترسی رسمی به گاف صندوق یا کلیدهای اصلی نداره. اما نکته مهم اینه، اون همسایه پاتریشیاست و هر دو توی یه ساختمان آپارتمان زندگی میکنن. لیندا دوشنبه ساعت 57 غیر عادی زود از کار رفته. گفته حالش خوب نبوده. کارت ساعت زنی هم این رو تایید میکنه. میگه مستقیم رفته خونه و از ساعت 6 به بعد توی آپارتمانش بوده. اوایل همون هفته یک قفل دستبند روی زمین اتاق بازدید پیدا شده بود، ولی هیچ کس مطالبهش نکرد. اما اینجاست که جزئیات مهم پیدا میشه. صبح سه‌شنبه یکی از تحویلدارها متوجه چیز عجیبی شد. لیندا یک دستبند طلای نازک دستش بود با قفل شکسته. لیندا گفت روز دوشنبه قفل به لبه یک کشو گیر کرده و شکسته. میخواسته تعمیرش کنه ولی وقت نکرده. مشکل اینه، اون دستبند دوشنبه صبح هنوز سالم بود. مدیر مستقیم لیندا مشخصاً یادش بود که حین جلسه صبحگاهی لیندا همون دستبند رو در حالتی کاملاً سالم به دست داشته. حالا میرسیم به شواهد فیزیکی. سازوکار در گاف صندوق عصر سه‌شنبه توسط یک کارشناس بررسی شد. هیچ نشانی از دستکاری، آسیب یا آثار زور وجود نداشت. زمان قفل کاملاً درست کار کرده بود. این در بین ساعت 6:02 دوشنبه تا ساعت 7:01 سه‌شنبه هیچ وقت باز نشده. این قطعی و تایید شده است. قفل صندوق امانات شماره 47 هم کاملاً سالم بود. هیچ خراشی مربوط به شاه کلید زنی یا ابزاری رویش نبود. سوراخ‌های قفل دستکاری نشده بود و هر دو کلید پاتریشیا و کلید اصلی بی‌نقص میچرخیدند. پس هر کسی این صندوق رو باز کرده با کلیدهای واقعی و به شکل کامل این کار رو کرده. در اتاق بازدید بازرسین چیز دیگه‌ای هم پیدا کردند. روی میزی که مشتری‌ها محتویات صندوقشون رو روش میذارند، فرو رفتگی‌های ضعیفی که چوب دیده میشد. جای فشار. انگار کسی چیزی رو محکم روی میز فشار داده تا ازش غالب بگیره. و نهایتاً زمان بندی.
دوشنبه ساعت 6 عصر. گاو صندوق چک شد. همه صندوق ها سالم. سه‌شنبه ساعت 7:01 صندوق شماره 47 باز بود. خب، حالا چالش تو اینجاست. یکی از این 4 نفر داره دروغ میگه. یکی دقیقاً میدونه چطور اون سکه ها از داخل گاو صندوقی که اصلاً باز نشده ناپدید شدن. به سرنخو دوباره نگاه کن. سوهان کوچیک برنجی، تماس خیلی سریع، موم آبی، دستبند شکسته، فشار روی میز و زمان بندی. همینجا ویدیو رو نگه دار. تصمیم بگیر. چه کسی این کار رو کرده و چطور؟ بعد ادامه ویدیو رو برای دیدن راه حل پلی کن. آماده ای؟ اگر فکر میکنی پازل رو حل کردی، ببینیم نظریت با حقیقت جور در میاد یا نه. چون فقط یک نفر میتونسته این کار رو انجام بده و فقط یک روش وجود داشته که این کار ممکن بشه. راه حل. مجرم لیندا واسکز تحویلدار بانک است و دقیقاً اینطوری عمل کرده. لیندا دوشنبه شب دزدی نکرد. او بعد از ظهر دوشنبه دزدید، پیش از آن که گاو صندوق اصلاً قفل شود. یادته که لیندا همسایه پاتریشیاست؟ اون میدان از پاتریشیا هر چند ماه یک بار برای سر زدن به مجموعه سکه هاش میآید. لیندا صبر کرد تا همان دوشنبه مناسب، بعد اعلام مریضی کرد که سر کار نیاید. اما در واقع خانه نماند. پاتریشیا را تو بانک دنبال کرد. و اینجا قسمت حیاتی است. وقتی پاتریشیا وارد اتاق بازدید شد و صندوقش را آورد، لیندا چند لحظه بعد با این بهانه که کیفش را جا گذاشته، پی او وارد شد. پاتریشیا که آدم مطمئنی بود، اصلاً به حضور همسایه‌اش شک نکرد. در حالی که پاتریشیا سکه ها را بررسی می‌کرد، لیندا با او حرف زد و بعد تصادفاً کلید صندوق پاتریشیا را روی میز انداخت. همان لحظه لیندا کلید را با فشار قوی به موم آبی که پنهان کرده بود در کف دستش فشرد. آیا جای فشار روی میز یادت هست؟ همان کار لیندا بود که یک قالب دقیق ساخت. قفل شکسته دستبند آن وقتی اتفاق افتاد که لیندا در لحظات آنی حواس پرتی سکه ها را می دزدید و سریع در ژاکتش قایم می کرد. در همان حرکت تند قفل دستبند گیر کرد و شکست. لیندا همان وقت عادیش ساعت 5:07 بانک را ترک کرد. او رسما آن روز ورود نزده بود، پس کارت ساعت حضورش هیچ چیز مشکوکی نشان نداد. او قالب موم را به یک قفل ساز آشنایی برد که سوالی نمی‌پرسید و در عرض چند ساعت یک کلید کپی ساخت. ولی هنوز به کلید اصلی بانک نیاز داشت. همینجا دانشی که از داخل داشت به کار آمد. لیندا روتین دیوید ریس را میدونست و میدونست چه وقت دفترش طی کارهای نهایی بستن بدون مراقبت میمونه. او سر کشید، از اون سوهان کوچیک برای گرفتن اثر سریع کلید از دست کلید دیوید استفاده کرد که همون خراش تازه رو روی دست کلید جا گذاشت و بعد بلافاصله از همون اثر یک کپی دیگر هم تهیه کرد. موم آبی، دستبند شکسته و زمان مراجعه پاتریشیا همه نشان میدن کسی که در همون 11 دقیقه حیاتی آنجا بوده، عمل قالبگیری و سرقت را انجام داده. اگر این رو حل کردی، پس ذهن کارآگاهی تیزی داری. برای معماهای بیشتر مشترک شوید و در نظرات به من بگید که چقدر سریع سارق رو پیدا کردید.